بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خواهران عزیز تفسیر سوره نوح رو میگیریم. خیلی کمی پیش گفتم من یکم مشکلی دارم، ولیکن انشاءالله که یکی نگون خطای از ما گذشت و اهمیت نگیرید. امروز سوره نوح هست. پروردگار در آیت اولین این میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. تقریبا همگان خواهران عزیز میدانید که حضرت نوح اولین پیامبر به سوی زمین می باشند. معنای اولین پیامبر یعنی اولین پیامبری که امر شده بودند بیایند و مردم را دعوت کنند به سوی الله. حضرت آدم هم پیامبر هستند، ولی وقتی حضرت آدم می آیند در زمین کسی نبود که حضرت آدم آنها را دعوت کنند. نوح اولین پیامبری هستند که برای دعوت کردن مردم از طرف پروردگار فرستاده شدند. و عجایبش این است که با آن همه دعوت طولانی که خداوند خودش میگوید که 950 سال در بین قومش زندگی کرد، یکی از پیامبران می باشند که همسرشان هم ایمان نآورده بود و از بین فرزندانشان پسرشان سام هم ایمان نآورد. یعنی از پیامبران می باشند که همسری بد و فرزندی بد رو تلخی این مصیبت رو چشیده اند. و کلمه نوح بعضی از علما میگویند از کلمه فریاد زدن میباشد، نیاحه از زبان عربی، که میگویند حضرت نوح وقت خیلی زیاد به پروردگار گریه میکنند از اینکه این مردم چرا ایمان نمی آورند و تأسف میخورند. خداوند این پیامبرش رو با نام نوح صدا میکند، یعنی نوح نامشان به خصلتشان یا به یکی از صفتهایشان پیوسته می باشد. و همین روز در تفسیر سوره عنکبوت یک چیزی جالبی رو خواندم که در آنجا میگوید نوح اگرچه در روی زمین 950 سال زندگی کرد و از دراز عمرترین پیامبران می باشد، خانه خود را از نی ساخته بود، یعنی از چوب‌های خشکیده مانند نی ساخته بود. و وقتی به نوح میگفتند که چرا خانه‌ات رو خوشروتر و قوی‌تر نمی‌کنی، او میگفت اینجا برای زندگی دائمی نیست. آنی که فردا میمیرد و خانه‌های قوی و بلند چی نیازی دارد. و سبحان الله، پیامبری که 950 سال در روی زمین زیست، از خس برای خود خانه ساخته بود. و مایان عمرمون تا 70 میرسد. بعضی انسان های هستند که تمام عمر در خدمت خانه شان هستند. و جای آن که خانه در خدمت آنها باشد، در خانه زندگی کنند و عبادت کنند، تمام عمر را از پی وقت صرف کردن یا خدمت کردن به خانه میکنند. پس از آن انا این طرفش رو تمام کردم، طرف دیگر رو تمام کردم، این پهلویش، باز از نو یکی میبینند که عمر گذشت و رفت و از خود چی گذاشتی و جز یک خانه که تمام عمر در خدمت آن بودم. سبحان الله. و حضرت نوح را چی میگویند؟ پیامبری هست که با اون دراز عمری در خانه خسین زندگی کرده بود، یعنی خیلی خانه خاکسارانه. الله میگوید ما فرستادیم نوح را و قومش. یعنی هر باری که درباره پیامبر در قرآن سخن می رود، چه از نوح و چه از ابراهیم چه از موسی و عیسی، برای تسلیت پیامبر می باشد، برای قوی کردن دل پیامبر می باشد که ای محمد غم نخور به احوال مشرکان یا آنهایی که تو را دروغ می شمارند، چون پیامبرانی که پیش از تو بودند این عذاب و مشقت رو کشیده بودند که الان می بینید حضرت نوح در بین قوم خود به چه مصیبت و مشکلی های دچار نشده بودند. الله میگوید ما فرستادیم نوح را به قومش
و به او بگفتیم یا به او گفتیم انذر قومک، مردمت را بترسان. یعنی به قومت که آنها بت پرست هستند به آنها بگو که به الله ایمان بیاورید. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، پیش از آن که عذابی دردناک به نزد شما بیاید. پیش از آن که گرفتار عذابی دردناک گردید شما به الله ایمان بیاورید. در تفسیرش بعضی از علما میگویند عذاب دردناک همان عذاب روز قیامت است. بعضی علما میگویند نه، نوح میگفت که ایمان بیاورید وگرنه این کفر جماعتی که شما الان دارید سبب عذابتان، سبب همان طوفان و همان غرق شدن میگردد. پیش از آن که الله جزای شما را در خود دنیا بدهد زود به الله برگردید، زود ایمان بیاورید. در دوامش میگوید قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون. میگوید ای قوم من بیم دهنده آشکار هستم، یعنی من پیامبر هستم که شما را از عذاب الله، از آن عذاب قیامت و قبر و این چنین پیامدهای گناههای شما در دنیا میترسانم و من خیلی روشن با شما صحبت میکنم با زبان خودتان. از این دلیل گرفته میشود که دعوتگر وارث پیامبر باید زبانی مبین داشته باشد، خیلی روشن و برای مردم فهما صحبت کند. ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون، پروردگارتان را عبادت کنید، از او بترسید، و اطیعون و مرا اطاعت کنید. یغفر لكم من ذنوبكم و یؤخركم الی اجل مسمى. این بشارت است ای قوم من، اگر شما در عبادت پروردگار و پیشه کردن تقوا و اطاعت کردن الله و رسولش باشید، پروردگار گناههای شما را میبخشد و یؤخرکم الی اجل مسمى، و اجل رو یا گفتیم عذابهایی که سبب مرگ می شود از شما دور می کند، آنها رو به تأخیر می اندازد. از همین آیت علما خیلی از چیزی برای من و شما خصوصا مهمی رو استنباط میکنن یا کشیده میگیرن که در همین تفسیر قرطبی هم آوردن که میگوین وقت مردم تقوا رو پیشه کردند و به پروردگار اطاعت کردند بلاهای زمینی کم می شود. بلاهایی که سبب مرگ و میری می شود، چه از آبخیزی و زمین لرزه باشد و چه از بیماری های مانند وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده باشد، اینها همش دور کرده می شود. چون حضرت نوح گفتند و یؤخرکم الی اجل مسمى و به تأخیر می اندازد، دور می کند آن اجل رو. یا گفتیم بعضیا میگن نه، خداوند در تقدیر اینها نوشته بود که اگر اینها اطاعت کنند عمرشون درازتر شود، اطاعت نکنند زودتر بمیرند. ولی همون سخن اول راجحتر است که وقتی که مردم اطاعت کردند و در راه راست قدم نهادند بلاها از بالای مردم گرفته می شود. و در دوامش میگه این اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اجل پروردگار، مصیبت و بلا وقتی که آمد کسی آن را دیر کرده یا به تأخیر انداخته نمیتواند. کاش شما میدانستید، یعنی نوح میگن ای قوم من کاش شما میدانستید که اگر شما توبه نکنید به سوی پروردگار برنگردید مصیبت و بلای بالای شما از طرف الله می آید که هیچ کس آن را به عقیبش گردانیده نمیتواند. در دوامش میگویند قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. پس از 300 سال دعوت کردن قومشان، در بعض قولها پس از 600 سال دعوت کردن قومشان، دیگر میبینند که این مردم میمیرد، فرزندانش میآید، فرزندانش هم باز کافر، باز فرزندان آنها باز همین گونه به خداوند شکایت میکنند
میکنند و هر یک دعوتگر، هر یک نفری که در اصلاح مردم به خاطر الله هست باید شکایت هایش را به الله ببرد. و حضرت نوح هم شکایت کرده، میگویند ربی پروردگار من این مردم را، این قومم را شب و روز دعوت کردم، نه شب گفتم نه روز گفتم، دعوتی من باشد، به اینها هیچ فایده نکرد، برعکس شروع کردن به گریختن. بعضی از مفسرین میگویند قوم نوح اینقدر بدبخت بودند که حتی پیامبر را چند بار لطکوب کرده بودند. حضرت نوح را میگویند من اینها را شب و روز دعوت کردم، به جز گریختن اینها کار دیگر ندارند. چگونه که الان هم هستند منافقانی که همین که سخن از خدا و رسول می شود یک باره یا خوابشان می آید یا گریخته می روند یا موضوع دیگر می کنند. همین که گپ از دنیا و از فساد است، یک باره خواب از چشمان آنها می پرد و می بینید که چقدر با شوق و ذوق گوش می کنند. در دوامش می گوید هر باری که من اینها رو دعوت کردم تو که تو گناه های آنها را ببخشی و اینها را من دعوت کردم تو که تو اینها را داخل جنت کنی، لتغفر لهم، به معنای تو آنها را ببخشی و داخل جنت شوند. برعکس این بدبخت ها جعلوا اصابعهم فی اذانهم، انگشتان خود را به گوش کردن که ما این را نشنویم. سبحان الله، این گونه رد فعل اینها بود. و بالای این با لباسهایشان کله های خود را پیچانیدن تا که مرا نبینند، نه تو را میخواهیم بشنویم نه تو را میخواهیم گوش کنیم. گویان هم گوشان خود را بستن هم چشمان خود را. عبدالله ابن عباس میگویند هم لباسشان را به سرشان میپیچانیدن هم انگشتانشان را به گوششان که کلا صدای نوح به گوش ما نآید. و اثر رو باز اصرار کردن، یعنی یک روی در کفر و استکبر و استکبار و خیلی در روی زمین کبر و غرور کردن. در دوامش میگوید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، خدایا من به این قوم گفتم استغفروا ربکم، و پروردگارتان طلب مغفرت کنید، به خاطر گناهایی که کردید به الله توبه کنید. انه کان غفارا، و یقین بدانید خداوند بخشنده است. تمام گناه ها را این وعده الله است. وقتی انسان پشیمان است و گفت من از این گناه دست میکشم، خدایا من پشیمانم، انه کان غفارا، خداوند بخشنده است، او را میبخشد. باز بر ضمن بخشیدنش از دنیا هم برای او میدهد. یرسل السماء علیکم مدرارا، برای شما باران را با فراوانی میریزاند. به خاطر توبه هایتان، به خاطر استغفارتان باران میبارد و زمین برای شما برکات خود را میکشاید. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و زیاده میکند مال شما را و زیاده میکند فرزندان شما را و برای شما باغ و بستان و دریاها را جاری میکند. چشمه ها از زمین میبرد و فواره میزنند، باغ و گلزار در روی زمین میسبزد. کفایه هست که شما توبه کنید، کفایه هست که شما برگردید به سوی پروردگارتان. و این یکی از نشانه ها یا گفتم یکی از اعلان های از قرآن برای بنده هایش هست که تو وقت شکایت از کمی مال داری، شکایت از کمی فرزند داری، شکایت از قحطی و از بیبارانی داری، استغفار کن، توبه کن. و در اینجا یک چند روایت می آورند که بعضی از تابعین حتی حضرت عمر وقت باران نمی بارید به جای دعای استسقا استغفار کردن می گرفتند. خدایا تو توبه پذیر ما رو ببخش. توبه می کردند و می گفتند من با کلید باران الان دعا کردم، یعنی من الان استغفار گفتم و بدانید که باران می بارد و باران می بارید. و می گویند اینجا مرد نزد حضرت حسن اومده میگویند که من فرزند ندارم، میگن استغفار کن، میگن من کم بغل هستم، دیگر میآید و میگن من کم بغل هستم، میگن استغفار کن. و بعد از این میگن آخر
یکی از شاگردانشون میگوید برای قم بغل هم گفتی استغفار کن، برای بیفرزند هم گفتی استغفار کن. میگوید نمیدانی که خداوند میگوید وقتی که شما استغفار کردید یمدد لکم باموال و بنین، یعنی استغفار زیاد توبه کردن سبب زیاد گشتن مال و اموال و فرزند میگردد. در تفسیرش میگویند وقتی قوم نوح خیلی سرکشی کردن تا 40 سال بعضی همسرانشان فرزند تولد نکرد، سالها بود که بالای آنها باران نبارید و حضرت نوح گفتند برای از بین رفتن این بی‌بارانی و برای از بین رفتن بی‌فرزندی شما از گناه خود، از شرک خود توبه کنید و خداوند برای شما مال و فرزند را زیاده میکند. و خواهران عزیز، همین 2 روز پیش بود درباره دموگرافی یا کمشوی اهالی در بعضی از دولت‌ها یکم داشتم گفتگو میکردم که در تقریبا 10 تا اگر از دولت‌های باشد که هر سال تا 500,000 اهالیش میمیرد و تقریبا مادران در اونجا فرزند تولد نمیکنند، همش دولت‌های کفری هستند. از روسیه شروع کرده تا یابان و تا نمیدونم خروتستان و دیگر دولت‌ها که تمام دولت‌های کفر مشکلی بی‌ذریتی دارند، مشکلی بی‌فرزندی دارند. اگرچه دولت خودش را قدرتمند میگوید، مشکلی فقر دارند که مردم خود را همیشه از این و از آن کاسته میبینند. سببی همه این میگردد کفر، سببی همه این میگردد باز به همان استغفار نکردن و به پروردگار توبه نکردن که خداوند از زبان پیامبرش نوح میگوید که نوح چه گفتن؟ توبه کنید و این مشکلی ها از سر شما برداشته می شود. در دوامش می گوید ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. نوح می گویند به شما چی شده است ای قوم من؟ چرا شما از الله نمی ترسید؟ چرا شما خداوند را، عظمتی خداوند را، بزرگی خداوند را قبول نمی کنید و نزد او سر فرود نمی آورید؟ و قد خلقکم اطوارا، آخر همان خداوند است که شما را مرحله به مرحله آفرید. از نطفه شروع می شوید تا پارچه خون و پارچه گوشت و استخوان و کودک و بعدن جوان و بعدن پیرانسالی، بعد از آن به خاک رفتن و باز حیات روح. این مرحله به مرحله زندگی کردن شما یگانه قدرت الله یگانه است. باز در دوامش گفتند الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. مگر شما نمی بینید که چگونه الله آسمان را 7 طبقه آفرید و چگونه در آسمان ماه را همچون نور و آفتاب را همچون چراغ آفرید. و یکی از معجزه های قرآن است که الله ماه را نور میگوید و آفتاب را چراغ میگوید، چون نوری ماهتاب از همان چراغ آفتاب می باشد. اگر آفتاب نباشد ماهتاب هم تماما روشنی نمی دهد و خداوند ترکیب ماهتاب را همین گونه آفریده است که کل روشنایی را از آفتاب میگیرد و بعداً خودش روشنی را به زمین میدهد. چگونه که از قوه برق این همه چراغک ها روشن میشوند، گویا که آفتاب برق است و همان چراغک یا گفتیم همون سوید ماهتاب است که ماهتاب نور است که آن نورش را از آفتاب میگیرد. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. الله میگوید و به قومشان گفتند که این خداوند است که شما را از خاک آفرید، شما را مثل گیاهی که از خاک میروید همانگونه از خاک آفرید، پرورش کرد، سپس وقتی میمیرید باز یعیدکم فیها بر میگرداند به همان خاک و یخرجکم اخراجا، سپس باز در روز رستاخیز یا در روز قیامت از همان خاکی که شما دفن شدید بیرون میکند. والله جعل لكم الارض بساطا. این پروردگار است که زمین را برای شما پهن آفرید. یعنی اگرچه کره زمین از بیرون میبینید مثل توپ است و با یک سرعت خیلی بالا در حرکت هست، ولی مایان در بالای آن
پهن است و به یگان مشکلی راه گشته می توانیم. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا که شما در راههای خرد و وسیع یا تنگ و وسیع او به مشکلی راه گردید. و با یک انسان عاقل حرکت زمین و کره شکل بودن زمین و باز با این همه چی خیلی گفتم سرعت بالا حرکت کردن زمین و به یگان مشکلی، به یگان احساس خوف در بالای زمین راه گشتن خودش یک معجزه است، خودش یک دلایل یا گفتیم آیات روشنی است برای بودن خالق یگانه. ولی خیلی کم از انسان ها هستند که این چیز رو فکر میکنند و به قدرت الله پروردگار قائل میشوند. در دوامش میگوید قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله و ولده الا خسارا. پروردگار، یعنی نوح باز شکایت خود را به الله بردن، خدایا آنها عصونی، به من عصیان کردن، سرکشی کردن از دعوت من. و خیلی گفتم نوح رو هم مجنون میگفتن، هم مسخره میکردن و حتی حالتهای هم بود که لطکوب کرده بودن. و تبعو، و آنها پیروی میکنن انسانهای رو که نه مالش نه فرزندش به او هیچ کمک نمیکنند الا خسارا، بجز کساد، بجز پس رفتن. یعنی قوم نوح هم مانند بعضی از انسانهای امروزه وقتی میدیدن که پیامبر در خانه های خاکسارانه زندگی میکند و مردم را دعوت میکند، پیامبر را دعوت نکرده از پس بای و پولدارهای میدویدند که آنها صاحب فرزند زیاد و مال زیاد هستند. و حضرت نوح میگن آخر من این مردم رو چیکار کنم؟ این مردم به جای اینکه من که پیامبرت هستم پیروی کنند، میروند از پی ثروتمندان که او مال زیاد دارد، او فرزند زیاد دارد، در حالی که مال و فرزند برای آن کافران بجز خسران، بجز کساد و بجز ضرر چیزی دیگری نمی آورد. و مکروا مکرا کبارا. حضرت نوح میگویند اینها خیلی مکر بزرگ کرده ایستادند. در تفسیرش میگویند اینها نقشه کشتن نوح را داشتند. حتی بعضیشان بودند که مؤمنانی که یعنی گروهی کمی که به نوح ایمان آورده بودند، این از ثروتمندان بدبخت آن زمان اومده میگفتن آخر چرا اگر نوح حق باشد شما پیروانش کم بغلید؟ چرا ما اگر کافر باشیم ما پولدار و فرزنددار هستیم؟ چرا؟ یعنی همین گونه آنها رو چی میکردن؟ به شبهه میافتاندن. و امروز هم هستند. بعضیا میگویند چرا دولت های مسلمان همش در عذاب است؟ چرا مسلمان ها ضعیف هستند؟ نمیگویند که چرا کافران اینقدر بدبخت هستند؟ چرا کافران نه مهر مادری نه مهر فرزندی دارند؟ چرا کافران دارند روز از روز تعدادشان کم و پست و حیوان صفت می شود؟ نه، فقط نش میزنند به مؤمنان که این از بغض یا بدبینی آنها نسبت مؤمنان را میفهمانند. در دوامش میگویند و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ود ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر. اینجا خواهران عزیز ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر، اینها 5 تا نام هستند که اگرچه میگن اینها نامهای فرزندان حضرت آدم بودند و انسانهای صالح بودند، ولی پس از مرگشان شیطان وسوسه میکند به قوم و اول هیکل اینها یا صورت اینها رو، سپس خود اینها رو، سپس هیکل و صورتشان را در بین مردم میمانند، سپس آن را به پرستش شروع میکنند. یعنی اینها رو بعداً مردم به خود بت همچون خدای زمینی قبول میکنند که عرب ها هم اینها را پرستش کرده بودند. یعنی قوم نوح میگفتند ای مردم اصلا ترک نکنید خدایان خود را، همان ود و همان سوا و همان یغوث و همان یعوق و همان نصر را. و اینها یک باره گفته گذاریم و خطر هیکل تراشی و صورت کشی هم از همین جا می آید. حدیث در صحیح مسلم است که وقتی که اینها انسان های صالح بودند و به مردم خیلی کمکشون می رسید، از
دنیا میرود، مردم خیلی برای اینها گریه میکند که این انسانهای صالح از بین رفتند. سپس شیطان وسوسه میکند، در روایت میگوید صورت اینها رو به مسجدهایتان کشید، هر وقتی که به مسجد میآیید دعا میکنید اینها به خاطرتان آید. در بعضی روایت آمده است که از اینها هیکل تراشید و هر جایی که مینشینید آن هیکل ها را در مجلس هایتان برید تا که جای خالی اینها رو حس نکنید. مردم در اول فقط صورت اینها را کشیده این بیچاره مرد و رفت میگفتند، یا هیکلشان را در مجلس هایشان برده این بیچاره مرد و رفت میگفتند. بعد که این مردم میمیرند، فرزندانشان اینها کی باشد، این صورتی کی باشد و این هیکلی کی باشد، میگوید شیطان میگوید این صورت ها در مسجد است، اینها خدای پدر و بابایان شما هستند، این هیکل ها همان خدای پدر و بابایان شما هستند و همین گونه شرک شروع می شود. برای همین هر وقتی که خواهر یا نفر میپرسند که صورت مرده رو گرفته صحبت کنیم یا چرا در خانه ها صورت ها رو آویزان کردن ممکن نیست، شیطان از طریقه صورت خیلی زیاد وسوسه میکند. ناخودآگاه با صورت گپ میزنید، ناخودآگاه به صورت درد دل میکنید. بعضا چرا رفتی مرا هم میتوانی ببری، گویان حتی کمک میپرسید و بیخبر میمانید. پس این هیکل تراش گناهی کبیره بودن و صورت جاندار گناهی کبیره بودن، یکی از اسبابش آن است که شرک اول با کشیدن صورت و با تراشیدن هیکل ها شروع شده بود که امروز هم کم نیستن. به نزد هیکل اسماعیل سامانی گل میمونند، گویا که اون هیکل درک میکرده باشد. به نزد بعضی قبرها گل میمونند و حتی چه خیلی گفتم بعضی ها با صورت مرده ها درد و دل میکنند که شرک اکبر است و شیطان انا همین گونه در بین فرزندان آدم شرک را جاری کرده بود. و حضرت نوح میگویند و قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اینها خیلی مردم زیاد را گمراه کردند با بت‌هایشان، با وسوسه هایشان و خدایا این ظالمان را به جز ضلالت چیزی دیگر نه افزای، یعنی بگذار گمراهی اینها بالای گمراهی باشد، سپس برایشان جزای بده که در دوام آیت میخوانیم. الله میگوید مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. به خاطر گناهایشان قوم نوح را به خاطر سرپیچیشان اغرق و غرق کردیم یا آنها غرق شدند. پس از غرق شدن یک باره عذابی جهنم از قبرشان شروع شد. فادخلوا النار یکی از دلایل واضح برای عذاب قبر وجود داشتن و برای کافر علکه دوزخ شروع شدن همین است. و الله میگوید سپس یک باره داخل آتش شدند. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، و کسی نه مال و ملکشان نه دیگرها برای اینها در آنجا کمک رسانیده میتواند و جز الله که الله هم به اینها اصلا کمک نمی کند. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نوح میگویند وقت دعوت کردند و دیدند که هم فرزندانش هم خود قوم اصلاح شدنی نیستند و دعای بد شروع کردند و گفتند پروردگارا در روی زمین یگان دانه از کافر را نمان که او در روی زمین زندگی کند. اینک این تذرهم، اگر تو کافران را در روی زمین بمانی، آنها را اگر به بلا گرفتار نکنی، یضل عبادک، اینها بنده هایت را گمراه میکنند. خیلی که گفتم میرفتن به نزد مومنان و میگفتن چرا خدا اگر حق باشد من ثروتمندم تو کم بغلی گویان وسوسه میکردن. نوح میگن اگر این کافران را در روی زمین بگذاری، یضل عبادک، بنده هایت را گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و از این قومی که من شناختم، از این قومی که 600 سال دعوت کردم، میدانم که یگان فرزند تولد نمی شود که صالح باشد، فقط فاجر، فقط گناهگار و فقط کافر تولد می شود. و خداوند این دعای
نوح را اجابت میکند و تمام کافران روی زمین غرق شده میمیرند و مؤمنانی که همراه نوح در بالای کشتی سوار شده بودند زنده میمانند. و باز نوح دعا کرده میگویند رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدایا گناههای مرا ببخش و گناههای پدر و مادرم را. پدر و مادر نوح مؤمن بودند و باز میگویند ولی من دخل بیتی و هر مؤمنی که به خانه من داخل شد چه زن باشد چه مرد باشد گناه آنها را هم ببخش ولا تزد الظالمین الا تبارا. و به ظالمان به جز هلاکت به جز نابودی چیز دیگر زیاد نکن. و این دلیل بر آن است که وقتی ظالم را دیدید و دیگر از تجربه و از عملهایش امید به ایمان او نیست می توانیم دعا کنیم که پروردگارا ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدایا این ظالمان را به جز هلاکت چیز دیگری نافزای. خدایا هر ظالمی که بر علیه دین تو می جنگد بر علیه کتاب تو می جنگد هر ظالمی که از پی نابود کردن مؤمن زنها و مؤمن مردها هست خدایا به عذاب دردناک گرفتار کن تا عبرت برای دیگران باشد یا ارحم الراحمین. و با این دعا خداوند دعای پیامبرش را اجابت کرد و چه خیلی گفتیم تمام کافران اما پس از دعوت طولانی میمیرند و مؤمنانی که همراهی نوح به کشتی سوار میشوند آنها زنده میمانند. و خطا نکنم یگان آیت را در بین پرتافتم یا نه یعنی نگفته رفتم. آره ثم اینی دعوتهم جهارا ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. خطا نکنم انم جا را خواهران عزیز من فراموش کردم یا یک باره از چشمم پرید یک باره تمام کنیم. حضرت نوح در آنجا میگویند که خدایا من مردم را جهرن یعنی آشکارا دعوت کردم بعد از آن من آنها را سری هم دعوت کردم یعنی تمام مردم را جمع کرده هم دعوت کردم یک تا خانه به خانه رفته هم دعوت کردم ولیکن اینها نه دعوت آشکارای من یا گفتیم نه دعوتی جمعی من که من به جمع زیاد دعوت کردم یک جایه و نه دعوتی تنها به تنهای من به اینها فایده نکرد. ولی گروه بودن مثلا بعض یک تا فقط از فرزند نوح کافر بود دیگرش مسلمان بود پدر و مادرش هم مسلمان بودن مومن های بودن اما خیلی شمارشان کم و اساسا مردم چی بود در پی سنگ زدن و مسخره کردن بود که خداوند همه اینها را یک باره نابود کرد.